سلام. این روزا آخوندا تو زمینه تولید سوتی به تولید انبوه رسیدن، یعنی سوتی بازاری تو نظام راه افتاده که نمیشه بدون کامنت از کنارش گذشت. مثلا این روزا که به اصطلاح یک سالگی دولت رئیسه، همه به این 6 کلاسه دروغگو پیله کردن که چی شد اون همه وعده. راستی واقعا چی شد؟ یادتونه دیگه 60-70 مورد وعده داده بود، شاید هم بیشتر. به نظر من اصلا نباید با رئیسی بحث وعده کرد و این چیزا رو حرف زد. بابا نظام تو به قول آخوندا تو اضطرار بوده. خامنه‌ای به صورت یک ضرب این یارو رو از اوین بیرون آورده، چپونده تو پاستور. قبلیا که می اومدن تو پاستور یه دوره گذار داشتن، یعنی اول شکنجهگر بودن، بعضیشون بنیانگذار سازمان‌های اطلاعاتی و همین وزارت اطلاعات بودن، بعد میشدن دکتر اقتصاد تقلبی، بعد میشدن روزنامه‌نگار، بعد میشدن کنشگر سیاسی، بعد میرفتن به فلان وزارتخونه یا راهی استبل ولایت میشدن. اما به رئیسی گفتن، یعنی عظما گفت، عظمای ننه مرده گفت که آب دسته، که آب که نه، کابل دسته بذار زمین، چارپایی هم که میخوای بکشی نکش، برو تو صندوق که میخوام از صندوق درت بیارم. این مختصر مفید رئیس جمهور شدن این جلاده. حالا شما بگید آخه با چنین جونوری میشه صحبت از وعده و وعید کرد؟ این حرفا مثل این میمونه که از گاومیش، البته بلا نسبت به گاومیش، بخوای معادله دو مجهولی حل کنی. این وقتی راجع به رژیم صحبت میکنیم هی مجبوریم ما به این حیوانات توهین کنیم، بس همشون معذرت میخوایم که مقایسه میکنیم با آدمای رژیمی. بعد آخه از کی قرار شده کسی که تو این نظام وعده میده وعده‌هاشو عملی کنه؟ اسم وعده هم روشه، وعده یعنی چیزی که انجام نمیشه. بعد اصلا اینا خودشون هم اسمش گذاشتن وعده دوران انتخاباتی، یعنی مال همون دوره قبل از انتخابات، یعنی به درد همون دوره انتخابات میخوره. مثلا تصور کنید خب شتر به درد کویر میخوره، اگه یه بعد یک نفر شتر رو برداره بیاره توی یه جای سرسبز، خب ازش خوب نمیتونه استفاده کنه، یا ببره توی سفر دریایی بخواد با شتر بره. وعده های آدمای رژیم تو انتخابات مثل اینکه با شتر بخوای از دریا رد شی به جای کویر. یه حالت نچسبی مثل این ظرفای تفلونی هست که نچسبه داره. این فقط مختص وعده هم نیست. قبل از انتخابات شما گشت ارشاد نمیبینید، یا اگه میبینید خیلی مهربون میبینید، به کسی اصلا پیله نمیکنن. خود اون گشت ارشاد هم تو قبل از انتخابات یه حالت نچسبی داره. اصلا میبینید این کاندیداهایی که بعداً خودشون میشن طرفدار حجاب ولایی، اون زمان تو صفن که با این بد حجابا عکس بگیرن، تو بیلبوردهای تبلیغاتیشون بزنن. اما انتخابات که تموم شد، گشت ارشاد هست با همون کاراش، مامورای شهرداری هستن میریزن بساط دستفروشا رو به هم میریزن، خونه مردم رو خراب میکنن، لباس شخصی و همون داستانا، همه دست به کار میشن تا همون وقفه چند روزه رو 3 ضرب جبران کنن. اگه اینطوری نباشه که بابا اصلا نظام اصلا به انتخابات بعدی نمیرسه. خلاصه اینکه تو نظام ولایت عمل به وعده‌ها اصلا کار رئیس جمهور نیست. ببین رئیس جمهور تو این نظام 2 تا کار داره، 2 تاش هم خوب انجام میده. یکی اینکه اول بره ولگردی، اسم خودش افسش میگوشن سفر استانی. چرا میره سفر استانی؟ ببینی که استانا جابجا نشدن، مثلا سیستان نرفته جای خوزستان، خوزستان نرفته جای لرستان، لرستان نرفته. 1 سال به این ولگردی استانی میگذره تا مطمئن بشه که استانا سر جاشونن، کوچیک نشدن، بزرگ نشدن. بعد از 1 سالم میخواد بره، رئیسی گفته میخواد بره اون حرفایی رو که تو اون یه استانا زده ببینه انجام شده یا نه. یعنی الان تو قرن 21 برای اینکه ببینیم یه حرفی انجام شده نمیتونیم از تلفن استفاده کنیم، نمیتونیم از استاندار بپرسیم، باید خودمون بریم ببینیم. حکایت اون مریضیه. حالا این تو استان هم میره حرفش چیه؟ میگه من میخوام از نزدیک دردها رو ببینم. همه رئیس جمهورهای نظام هم اینو میگن. حالا حکایت همون مریضیه، همون داستان اون مریضه حتما شنیدید که حالت اورژانس میبرنش بیمارستان، دکتر اولی میاد میگه خب وضعیت چرا اینطوری شده، اون مفصل توضیح میده فلان فلان به اینجا رسید. بعد میگه خب توضیحات این مریض بدبخت که تموم میشه، دکتر میگه شیفتم تموم شد. دکتر بعدی میاد میگه بگو ببینم چی شد که اینطوری شدی. دوباره مریض عریضه‌شو میگه، دکتر میگه متأسفانه شیفتم تموم شد. همینطوری دکتر این مریض انقدر توضیح میده که از اون مریضی که اومده بود اورژانس فوت نمیکنه، از این توضیحات اضافه فشار بهش میاد فوت میکنه. کار دوم روی رئیس جمهور نظام چیه؟ گفتیم 2 تا کار داره دیگه. کار دومش هم اینه همه تقصیرها رو بندازه گردن رئیس جمهور قبلی، بگه هر چی بوده از رئیس جمهور قبلی بوده. این اصلا تو قانون اساسی نظام هم اومده که رئیس جمهوره که رو قدرت هر اشکالی بود بندازه تو گردن اون یکی. این 2 تا کارم همه رئیس جمهورها یه نظام انجام میدن.
این وسط هم کلی اختلاس و دزدی و بگیر به بند و دیدید دیگه، فولاد مبارکه بخور همه هستن، از حسین شریعت مداری هوش تا اسحاق جهانگیری، واعظی، آدمای روحانی تا آدمای رئیسی تو بخور هستن. دوره‌شون هم تموم میشه. آخرش هم که سرنوشت همه رئیس جمهوری نظام مثل همه، آخرش هم یا مثل دستمال کاغذی میندازنشون تو زباله‌دونی به نام مجمع تشخیص مصلحت، یا میشن ممنوع تصویر یا استخری میشن. استخری واضحه دیگه، یا توضیح بیشتر ندم. یا اینکه باید گوشه بشینن و هر چه قدم فوش خوردن دیگه. الان دیدید دیگه، هر آدمی تو این رژیم از آدمای باند خامنه‌ای تو هر مصاحبه‌ای یه فوش مربوط و نامربوط به روحانی میده. ولی خب اینم وظیفه‌شونه که بازم پاچه عظما رو بخارونه. خلاصه اینکه زیاد رئیسی رو با رئیسی صحبت از وعده و این حرفا نکنید. این طرف 6 کلاسه هنوز نمیدونه وعده رو با عین می‌نویسن، یعنی با کدوم عین می‌نویسن، اصلا با عین می‌نویسن با یا همزه یا الف. میگن به مادر رئیسی گفتن که نظرت چیه، مردم به بچه‌ت میگن 6 کلاسه، میگه همون 6 کلاسه هم اضافه بود، اگه درس نمیخوند بی سواد بود ولی فقیه میشد، چون 6 کلاس داشت شد رئیس جمهور نظام. خب منتظر کامنت های شما به این برنامه کامنت هستیم. تا یه برنامه کامنت دیگه، خدا نگهدار.